بسیار خوبه این که فرصتی به دست اومد تا در یک ویدیو دیگر به ادامه اون شعر حضرت مولانا در ارتباط با جناب شیخ بایزید بسطامی بپردازیم. یک بیت از اون شعر رو با هم دیگر خوندیم و تشریح کردیم. به هر دلیلی اون گسترش پیدا کرد. امیدوارم بتونیم در این ویدیو ابیات بیشتری رو بخونیم با هم دیگر و شرح بدیم. این گونه آغاز شده بود: با مریدان اون فقیر محتشم، بایزید آمد که نک یزدان منم. گفت مستانه عیان اون ذوفنون، لا اله الا انا ها فعبدون. بایزید اومد و آشکارا و مستانه گفت که من خدا هستم. واضح و صریح اعلام کرد که من خدا هستم. چون گذشت اون حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی و این نبود صلاح. این ابیاتی که میخونم معناش بسیار ساده و روشن هست و خیلی سریع ازش میگذریم. اینجا میگه که وقتی صبح شد و اون حال گذشت، شاگرداش، یه تعداد از شاگردایی که از لحاظ معنوی ضعیف بودن، با اون رو درک نمی‌کردن، اومدن گفتن استاد شما این حرف رو زدید، گفتید که من خدا هستم و این صلاح نیست، این کفره. قبل از اینکه به بیت بعدی بریم، اینجا یه اشاری بنده داشته و یه یادآوری هست که در ذهن، در خاطر مبارک شما بمونه. یادتون هست در ویدیوهای قبلی عرض کردم که شب چقدر مهمه. مولانا تأکید میکنه در شبها به مراقبه بنشینید، به عبادت بنشینید. حتی یه جایی التماس میکنه، میگه گر بنخسبی شبی ای محلقا، رو به تو بنماید گنج بقا. اینجا در خاطرتون اومد. اینجا هم این اتفاق در شب افتاده. بایزید میگه گفت این بار ار کنم من مشغله، کارده ها بر من زنید اون دمهله. حق منزه از تن و من باطنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. بایزید جواب میده به شاگردانش که خداوند تن نداره، ولی من انسان هستم، تن دارم. کسی که در کالبد فیزیکی زندگی میکنه، در قالب انسانی زندگی میکنه، اگر میگه من خدا هستم، کفر. باید من حقشه که اون رو بکشید شما. پس اینجا نشان میده که بایزید زمانی انالحق گفت که از تن خارج شده بود، چون وصیت کرد اون آزاد مرد هر مریدی کاردی آماده کرد. مسکش او باز از اون سغراق زفت، اون وصیت‌هاش از خاطر برفت. دوباره بایزید در شبی دیگر رفت در استغراق و بیخیشی و مراقبه، و وقتی دوباره خیش فیزیکیش رو فراموش کرد، دوباره اون وصیت‌هاش از یادش رفت و دوباره همون حرف رو تکرار کرد. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. اینجا در این بیت نقل به معنای آگاهی الهی هست، دانش الهی هست. در ویدیوهای گذشته با استفاده از اشعار حضرت مولانا با همدیگه صحبت کرده بودیم که نور منبع دانش و آگاهی هست. کسی که وارد نور بشه، کسی که نور رو ببینه، دانش الهی بی واسطه مکانیزم ذهن، یعنی از مکانیزم ذهن عبور نمیکنه، بی واسطه مکانیزم ذهن وارد اون میشه. اینجا مولانا داره اشاره میکنه، میگه نقل آمد عقل او آواره شد. اون آگاهی الهی وقتی وارد شد، عقل بایزید از بین رفت. صبح آمد شمع او بیچاره شد. وقتی روز شد و اون قیامت برای بایزید برپا شد، شمع وجودش که همون عقل بود بیچاره شد، از بین رفت. اینجا رو به بعد رو در چند بیت حضرت مولانا داره در مورد عقل و جایگاه عقل داره اینجا توضیح میده، صحبت میکنه که جایگاه چقدر اندک و خرده. عقل چون شحنه است، چون سلطان رسید، شحنه بیچاره در کنجی خزید. معنیش مشخصه،
عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چتاب. باز داره قیاس میکنه سایه رو، عقل رو در ارتباط با نور، دانش الهی. میگه عقل سایه است، سایه حق هست و حق دانش الهی مثل آفتاب. سایه چه مقاومتی میتونه در مقابل آفتاب بکنه؟ چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. هر چه گوید اون پری گفته بود، زین سری زان اون سری گفته بود. از اینجا اشتباه در تفسیر آغاز شده. جناب استاد کریم زمانی از اینجا را دچار یک سری اشتباهاتی در تشریح و تفسیر این اشعار شدن که در حقیقت ناخواسته انگار که به آگاهی معنوی و به جایگاه معنوی جناب شیخ بایزید بسطامی ناخواسته اهانت شده، برای اینکه جن افراد معمولی رو تسخیر میکنه و در دنیا گزارش داده نشده که کسی جن زده بشه حرفای متعالی و معنوی بزنه. جن از لحاظ معنوی از انسان پایین تر هست. زمان یک فرد جن زده میشه که ابتدا تحت تاثیر یک سری مسائل روانی و روحی ارتعاشات اون فرد پایین میاد تا همسان با ارتعاشات معنوی اون جن برابر بشه تا جن بتونه درش رسوخ کنه. حتی نیروهای غیر ارگانیک، انتیتی ها، موجودات غیر ارگانیک زمانی میتونن فرد رو مورد تسخیر قرار بدن که فرد از لحاظ معنوی سقوط کرده باشه، از لحاظ آگاهی سقوط کرده باشه و این اجازه رو از لحاظ فرکانس و آگاهی و ارتعاشات به اون نیروهای غیر ارگانیک میده و راه رو، مجرای خودش رو به روی اونها باز میکنه. اما از نظر قانون ارتعاشات و فرکانس ها که حتما حضرت مولانا در ابیات بعدی در همین مورد شفاف توضیح خواهند داد، کسانی که از لحاظ معنوی در وضعیت آگاهی بالایی هستند، دارای ارتعاشات و فرکانس های بالایی هستند، هیچ موجودی قادر نیست به اونها رسوخ کنه، هیچ موجودی قادر نیست اونها رو در تسلط خودش قرار بده. پس برای اینکه خیلی به حاشیه نریم، اجازه بدید بنده یکی دو تا شعر از اشعار دیگر مولانا از جای دیگه بخونم تا ببینیم منظور حضرت مولانا از پری جن هست یا چیزی دیگر. شما خودتون مطالعه بفرمایید. من در مورد جن نمیخوام صحبت کنم. من در مورد اینکه جن جناب شیخ بایزید بسطامی رو تسخیر نکرد دارم از اشعار مولانا کمک میگیرم. شما در مورد جن تحقیق بفرمایید، ببینید آیا گزارشی شده که یک فرد جن زده شده و دارای آگاهی بالای قرار گرفته، انسان معنوی بالایی بوده که جن برش مسلط شده. یه شعر هست حضرت مولانا میگه، بگذارید اون رو بخونم. در چند جا، در چند حکایت و داستان در مثنوی معنوی یکی دو مورد وجود داشته که حضرت مولانا از پری به عنوان جن یا از جن به نام پری استفاده کرده، اما محتوای اون داستان با محتوا و مضمون این موضوع متفاوت بوده. اینجا منظور از حضرت مولانا از جن روحه. در این شعر حضرت مولانا میگه ای خر، خبرت هست که بر پشت تو کیست؟ پای بر سر چرخ نه که بار تو پریست. حمال کسی شدی که اندر همه عمر خورشید به روی اون نیارد نگریست. اینجا از پری نام برده و چقدر زیباست، چقدر این شعر اسرار آمیز هست. میگه ای خر، به جسم میگه، به انسان میگه، به کالبد انسانی میگه ای خر. چرا؟ برای اینکه خر نماد جهل و ناآگاهی است و این کالبد فیزیکی نماد نادانی در مقابل معنویت نماد جهل و نادانی است. مورد دوم که میگه خر، به خاطر اینکه خر باربر هست و این جسم
یک عمر یک باری رو داره حمل میکنه از دیدگاه مولانا. میخواسته یک چیز بیان بکنه. اون چی رو داره حمل میکنه؟ روح رو. روح در درون این هست، سوار این هست. میگه ای خر، خبرت هست که بر پشت تو کیست؟ میگه آگاهی دارید. به یاد داشته باشید دوستان، من همیشه تکرار میکنم، یه سری واژه ها و کلماتی در اشعار مولانا هستن که کلیدی هستن، شاه کلیده. اون رو داشته باشید راحت وارد میشید به اسرار درونی مولانا. هر کجا از کلمه خبر رو در رو شدید، منظور آگاهیه. این آگاهی الهی، نه این دانش فیزیکی. اینجا داره میگه ای خر، ای جسم، ای خر، تو خبر داری که سوار تو کیست؟ ای خر، خبرت هست که بر پشت تو کیست؟ پای بر سر چرخ نه که بار تو پریست. میگه پای تو بر روی چرخ بذار، بر آسمان ها، بر چرخ هفتم، که تو بارت پریه، تو بارت روحه، تو روح رو حمل. آیا اگر کسی جن زده باشه باید افتخار بکنه؟ باید پای بر سر چرخ بذاره. میگه پای بر سر چرخ نه، اصطلاحاً کلاهت ببر بالا، افتخار بکن، تو پری رو داری حمل میکنی. ای خر، خبرت هست که بر پشت تو کیست؟ پای بر سر چرخ نه که بار تو پریست. حمال کسی شدی که اندر همه عمر خورشید به روی او نیابت نگریست. تو چیزی رو داری حمل میکنی، حمال چیزی هستی که در تمام عمر خورشید یک لحظه جرأت نکرده بهش نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه این پری، برای اینکه این روح اونقدر نورانی، اونقدر با شکوه و منور هست که خورشید بهش نگاه بکنه خاموش میشه. آیا جن این عظمت رو داره که ما این شکل رو، اون پری رو تعبیر به جن بکنیم؟ این عظمت و این شکوه، این جلال مختص روح هست. پس یک بار دیگه این شعر بسیار زیبا رو با هم بخونیم، 1000 بار بخونیم و این رو حفظ کنیم. بسیار زیباست. میگه ای خر، خبرت هست که بر پشت تو کیست؟ پای بر سر چرخ نه که بار تو پریست. حمال کسی شدی که اندر همه عمر خورشید به روی او نیارد نگریست. هر چه گوید اون پری گفته بود، زین سری زان اون سری گفته بود. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار اون پری خود چون بود. این را حضرت مولانا میگه وقتی بایزید در حالت استغراق و مراقبه قرار میگیره، دیگه هر کاری که میکنه، هر عملی که انجام میده، هر سخنی که میگه خودش نیست، بلکه اون روح، اون پری هست. چگونه اتفاق میفته؟ کمی این شعر اسرارآمیز، لازم هست که یک مقدار به زبان ساده توضیح داده میشه. روح وقتی در مسیر تکامل الهی خودش از جمادات شروع میکنه، به گیاهان و حیوانات و انسان میاد، اون مراحل رو آگاهی بسیار پایینی داره. در حقیقت میشه گفت که تک قطبی است. در حقیقت میشه گفت تحت تاثیر تحتانی ترین بخش آگاهی این جهان قرار گرفته. وقتی به مرحله انسانی میرسه، آگاهیش در حقیقت 2 شقه میشه. در اینجا صاحب قوه خیال میشه. برای اولین بار روح در مرحله انسانی از قوه خیال خودش استفاده میکنه و آگاهیش 2 شقه میشه، آگاهی الهی و آگاهی انسانی. این رو به یاد داشته باشید که چگونه میشه یک نفر به جایی میرسه که میگه انا الحق. و این رو هم در خاطرتون داشته باشید، یادداشت بفرمایید. قوه خیال و تخیل بسیار مهمه. بعداً در اشعار مولانا با این حتما برخورد خواهید کرد. اگه ندونید قوه خیال چیست، اون اشعار مولانا رو نمیتونید معنی بکنه. هیچ کس نمیتونه معنی بکنه اگر ندونه قوه خیال چیه. قوه خیال یک وضعیت آگاهی نیست. قوه خیال یک تصور و وهم نیست. قوه خیال یک برداشت ذهنی و معنوی نیست. قوه تخیل یا قوه خیال یک رکنه. این رو تأکیداً دارم عرض میکنم، یادداشت بفرمایید در ذهنتون.
قوه تخیل یک رکنه، یک عضوه، مثل دست، مثل دیدگان ما، مثل چشم، یک رکن برای روح است که خداوند این قوه خیال رو به روح داد و به واسطه اون قوه خیال جهانها ساخته شد که بعدها در این مورد با استفاده از اشعار حضرت مولانا حتما صحبت خواهیم کرد. و با استفاده همین قوه خیال هست که روح دوباره باید برگرده، راه دیگری برش وجود نداره. فقط یک راه هست که با استفاده از قوه تخیل روح بازگشت میکنه. این رو در حاشیه برای شما توضیح دادم، اما به اصل موضوع بپردازیم. اینجا بودیم که در مرحله انسانی روح آگاهیش دو شکل میشه، آگاهی انسانی و آگاهی الهی. ما در طی زندگی تحت تاثیر دو آگاهی هستیم، یا در روز و شب آگاهی الهی بر ما مستولی است، یا آگاهی انسانی. هیچگاه تحت هیچ شرایطی این اتفاق نمیفته که همزمان این دو آگاهی بر ما مسلط باشند. یا ما الهی هستیم یا انسانی هستیم. این در کوچکترین رویدادها و اتفاقات زندگی نمود داره، تظاهر پیدا میکنه. اگر پایین ترین و ساده ترین مثال رو بزنیم، اگر 2 سیب اینجا در یک سینی هست و شما 2 دوست کنار هم هستید، تو زیباترین و بهترین سیب رو برای خودت برداری، اون لحظه تو تحت تاثیر آگاهی انسانی بودی، چون آگاهی انسانی خودخواهانه است، اما آگاهی الهی دگرخواهانه است، هیچ چیز رو برای خودش نمیخواد. آیا خورشید این همه نور ساطع میکنه چیزی برای خودش میخواد؟ نمیخواد. از پشت پرده هستی بهش میدن، اون که خالی میشه پرش میکنن، خودش چیزی رو طلب نمیکنه. پس روحی که الهی هست صفات خورشید رو میبخشه، فرق نمیکنه. خورشید به همه یکسان میبخشه، بد خوب براش معنا نداره. بنابراین اگر تو عشق در رفتارهایت نمود پیدا بکنه، اگر مبنای زندگی تو بر پایه عشق باشه، معلومه که آگاهی الهی بر تو مسلط شد. پس هر وقت در طی تناسخات بیش شمار، میلیون‌ها و میلیاردها سال رفتن‌ها و آمدن‌های روح، آگاهی الهی در ما بیشتر میشه و آگاهی انسانی کمرنگتر تا به جایی میرسه که آگاهی انسانی محو میشه، دیگه وجود نداره. این جایی هست که بایزید به واسطه مراقبه این کار رو میکنه، در سفرهای روحانی خودش تمام کالبدهای فیزیکی و روانی خودش رو پشت سر میذاره و با روح خالص پای به جهان پنجم و ماورای جهان فیزیکی میذاره. اونجاست که انگار که اون کودکی که از درون چاه در ویدیو قبلی مثال زدم، وقتی بر بالای چاه اومد با نور رو در رو میشه، با خودش، با هویت الهی خودش رو در رو میشه، میبینه که من عالم گستر هستم، بسیط هستم، یگانه عالم هستم، با پدرش، با ذات خودش رو در رو میشه. روح قائم به ذاته و اونجا وقتی با ذات خودش رو در رو میشه، اگر تو هم رو در رو بشی، میگه انا الحق، میگه من خدا هستم. هر فردی در قالب روح اگر به اون مراحل از آگاهی برسه، بی اختیار میگه من آنم که هستم، من خدا هستم، چون اون قطره از قطره بودن خودش محو میشه. یه قطره که از گلبرگی گل میچکه قطره است، از ناودان خانت میچکه قطره است، ولی به دریا افتاد دیگه باید بگه انا دریا، یعنی میشه دریا، یعنی تبدیل به دریا میشه. اینجا هست که بایزید بسطامی وقتی به اونجا رسید میگه من خدا هستم. و آیا جن این توانایی رو داره که فرد رو تا اون درجه از آگاهی ارتقا بده؟ و اینجا هست که هر چه
او گفته بود، او گفته پریه، هر چه گوید اون پری گفته بود. اینجا هست که آگاهی انسانی محو میشه، مثل شمع در برابر خورشید، مثل شمع در برابر روز و صبح محو میشه و از بین میره و آگاهی الهی بر فرد مسلط میشه. یعنی بایزید فقط یک پارچه بود آگاهی الهی، آگاهی انسانی نداشت که از من صحبت بکنه، از من فیزیک. اون هر کلمه ای که میگفت از خدا بود، از نور بود. در بیت بعدی میگه چون پری را این دم و قانون بود، کردگار اون پری خود چون بود. حضرت مولانا میگه وقتی روح این توانایی رو داره که بر فردی مسلط شده و خود کنترل اون رو با عهده بگیره و از مجرای اون عمل بکنه، خداوندی که اون روح رو آفریده او چه توانایی داره. اینجا رو دقت بفرمایید دوستان، اگه دقت نکنید در این بیت دچار اشتباه و لغزش میشید. این روحی که بر بایزید مسلط شد یه روح دیگری نبوده که از جای دیگه بر بایزید مسلط بشه. این روح خود بایزید بوده. عرض کردم اون توضیح را دادم به خاطر اینکه این رو درک بکنید. در مرحله انسانی آگاهی روح به دو شکل میشه، آگاهی الهی و انسانی. اینجا آگاهی الهی یا روح بایزید به جایی رسید که تمام آگاهی انسانی رو محو کرد و خودش مسلط شد. اونگاه از مجرای بایزید حرف میزد. این رو دقت میکنید؟ بنده در زندگی خودم دارم زندگی روزانه رو انجام میدم، تحت تاثیر آگاهی انسانی هستم. اندکی پیش میاد تحت تاثیر الهی قرار بگیرم، بسیار اندک. ولی وقتی در طی هزاران هزار سال در مسیر معنوی گام گذاشتم، تناسخ پشت تناسخ، آگاهی الهی من ارتقا پیدا کرد و مسلط شد، به جایی میرسه که آگاهی انسانی رو محو میکنه. تصور نفرمایید که یه روح دیگری اومده بر بایزید مسلط شده. چون این برداشت رو کردن، این تعبیر رو انجام دادن، گفتن جن اومده بر بایزید مسلط شده. این رو دقت فرمودید یا تأکید بکنم دوباره در مورد این صحبت بکنیم، چون اگر این رو متوجه نشیم کل این شعر تفسیرش به هم میخوره، همینطوری که الان به هم خورده. یک روح دیگری از جای دیگه نیومده، حتی یه روح الهی هم نیومده از جای دیگه بر بایزید مسلط بشه. این روح خود بایزید بوده که از 50% توافق بر این مجموعه خودش رو رسونده به 100% و آگاهی انسانی رو محو کرده. حالا اینجا بایزید میگه این روح وقتی این توانایی رو داره که این عملها رو انجام بده، پس اون روحی که اون خداوندی که این روح را آفریده اون چه توانایی داره؟ اینجا میگه اوی او رفته، پری خود او شده. اوی او یعنی چی؟ اوی آگاهی انسانی. آگاهی انسانی رفته، آگاهی الهی مسلط شده، پری بر او مسلط شده. اوی او رفته، پری خود او شده. میگه او تویی اما نه این تو، اون تو است. میگه تو اون روح هستی اما نه این جسم، اونی که در درون این جسمه. دوباره دقت بفرمایید حضرت مولانا میگه اون تو است، اون تو است، اون روح تویی، اون تویی اما نه این تو، اون تو است که در آخر واقف بیرون شو است. میگه اون توی واقعی تو روح تویه که در درون تویه، که سرآخر آگاه میشه، میفهمه که من در این چای تن محبوسم. ما آگاه میشه، واقف نی آگاه، آگاهی به دست میاره و از این جسم میره بیرون. ببینید شعر چقدر زیبا و پیچیده است. او تویی اما نه این تو، اون تو است که در آخر واقف بیرون شو است. توی تو در دیگری آمد دفین، من غلام مرد خود بینی چنین. میگه اون توی واقعی تو، اون روح تو، اون آگاهی الهی تو در یک نفر دیگه دفن شده. یعنی جسم تو رو یه نفر دیگه میدونه.
چرا یه نفر دیگه میدونه؟ چون تو جسم نیستی که. تمام تلاش مولانا همینه. یادته که در چند ویدیوی قبل عرض کردم، گفتم این 3 سوال رو پاسخ بدید براتون، بعد بمیرید. تا زنده هستید یاد بگیرید، این رو درک کنید که تو کیستی، اینجا چی کار میکنی، بعد از اینجا به کجا میری. این تو کیستی همینه. میگه تو روح هستی. تو چیستی باید بگیم، تو روح هستی. مولانا همینو داره میگه. میگه او تویی اما نه این تو، اون تو است که در آخر واقف بیرون شو است. حالا ببین بیت بعدی چقدر زیباست. میگه من غلام مرد خودبینی چنین. میگه توی تو در دیگری آمد دفین. اون روح حقیقی، آگاهی حقیقی، خیش حقیقی و الهی تو در یه جای دیگه، در یه نفر دیگه دفن شده. بعدا میگه من چاکر و غلام اون کسیم که خودش رو اینجوری ببینه. اینجا هست که میگه او رفته پری خود او شده، یعنی آگاهی انسانیش رفته سراسر شده. الان دیگه یه آگاهی داره، الان در 2 شقه نشده، یعنی به وحدت رسیده. این سرنوشت هر روحی هست. یک روز من شما هم باید به این جایگاه برسیم. لزومی نداره حتما بگیم انالحق، ولی باید به اون جایگاهی که به اون وحدت الهی باید دست پیدا بکنیم در طی هزاران میلیون ها سال. مصرع بعدی رو دقت بفرمایید چقدر زیباست. میگه او رفته پری خود او شده، ترک بی الهام تازیگو شده. این تناقض و این پارادوکس رو ببینید. خود جناب کریم زمانی در پایین این تشریحاتش توضیح داده. میگه منظورش سخن سید ابوالوفا را تداعی میکنن. سید ابوالوفا چه کسی بود؟ یه ترک زبانی بود که سواد نداشت، بی سواد بود. یک شب با نور مواجه میشه، صبح تمام زبان عربی رو از بر میشه، یاد میگیره، زبان عربی رو حفظ میشه. فقط یک شب یه تجربه معنوی با روح داره و دانش سرازیر میشه، در قالب زبان عربی بهش داده میشه. آیا جن میتونه این کارو بکنه؟ جناب کریم زمانی در بسیاری از جاهای مثنوی شاهکار آفریده، فوق العاده. و بنده عرض کردم اندک درکی که از مذهبی معنوی دارم مدیون جناب استاد کریم زمانی هستم، ولی این جاها رو متاسفانه تحت تاثیر نمیدونم چه عواملی قرار گرفته که تشریح مناسبی برای این بخش انجام نداده. ادامهش میگه چون به خود آید نداند یک لغت، چون پری را هست این ذات و صفت. وقتی بایزید میگه سبحانی ما اعظم شأنیش، من منزه هستم، پاک هستم مثل خدا. میگه انالحق و کلمات شگفت آوری، میگه کلمات معنوی و الهی. وقتی مولانا میگه چون به خودش بیاد، چون بر میگرده به آگاهی انسانی، دیگه یک لغت نمیدونه، هیچ یادش نمیاد، هیچ نمیتونه بگه. مصرع بعدی میگه چرا؟ برای اینکه این در ذات روح هست، این دانش، این آگاهی. چون پری را هست این ذات و صفت، آدمی رو که نیست. این ذات صفت آدمی نادان هست، جاهله، معدن جهله. اون که نمیتونه حرفای متعالی بزنه، این حرفا رو روح میزنه. این گفته حضرت مولانا. میگه چون به خود آید نداند یک لغت، چون پری را هست این ذات و صفت. پس اینجا ما به این معنا میرسیم که جن نمیتونه این حرفا رو بزنه. پری منظورش روحه. پس خداوند پری آدمی از پری کی باشدش آخر کمی. میگه وقتی روح این همه عظمت شکوفایی داره، خداوند پری و آدمی میتونه کارهای شگفت‌آوری که در وهم و در تصورات ما هم نگنجه انجام میده. در ادامه میگه شیرگیر ارخون نر شیر خرد، تو بگویی اون نکرد، اون باده کرد. الان داره دوباره در یک چند بیت حضرت مولانا برمیگرده به نور، برمیگرده که دانش الهی در نور هست. گاهی وقتا این نور رو می نام میبره.
گاهی وقتا پری نام میبره این روح رو، گاهی وقتا باده نام میبره. اینجا میگه شیرگیر، یک آدم مستی که میره شیر نر رو میگیره و خونش رو میخوره، تو وقتی اونو دیدی میگه اون که مست بوده، اون باده این قدرت رو بهش داده. پس اینجا هم بایزید اون حرفا رو زده، اون آگاهی الهی، اون نور این توانایی رو بهش داده. ور سخن پردازد از زر کهن، تو بگویی باده گفت از اون سخن. اگر اون سخنهای متعالی و عالی و زرگونه میگه که اونها رو باید با طلا نوشت، شما نگی که خودش گفته، باز هم اون باده اون سخنها رو داره میگه، اون راستی ها رو اون می داره انجام میده. باده ای را میبود این شر شور، نور حق را نیست اون فرهنگ زور. ببینید این چی داره میگه، چقدر زیباست. باز بر میگه به نور، نگفت چیز دیگه. میگه وقتی یه باده میتونه این قدرت رو به تو بده، آیا نور خداوند، این عرض کردم یادتون میاد، عرض کردم نور منبع دانش هست. میگه آیا این نور این توانایی رو نداره؟ ببینید میگه نور حق را نیست اون فرهنگ زور، که تو را از تو به کل خالی کند. خیلی زیباست. خنده میگه، آدم بر لبان انسان خنده مینشینه وقتی این رو میفهمه. میگه اون نور تو را از تو به کل خالی میکنه، فقط میمونی روح، فقط میمونی آگاهی الهی. آگاهی انسانی رو پاک میکنه اصلا، مثل یه شمع در برابر خورشید، مثل یه سایه در برابر خورشید. میگه اون فرهنگ و اون زور رو نور الهی داره که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پست، او سخن عالی کند. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت اون کافر است. اینجا داره صحبت میکنه که همه دانش الهی که تا به امروز در جهان توسط تمامی پیامبران گفته شده، این از زبان اون نور باز بوده، از زبان خداوند بوده. چون همای بی خودی پرواز کرد، این سخن را بایزید آغاز کرد. چون همای بی خودی چیه؟ آیا میتونید معنی بکنید بر خودتون؟ همای بی خودی روح هست، روح انسان، روحی که در انسان مستتر هست، در درون انسان هست، آگاهی الهی هست، خود نداره، خیش نداره، خیش فیزیکی نداره، بی خوده، بی نامه، بی نشانه. من در خودم و بی خود و بی نام نشان، من در خودم و بی خود و بی نام نشان، ای نام نشان بی که تو را شیدایم. اینجا میگه که من اون همای بی خودی، یعنی روح وقتی پرواز کرد رفت، این سخن را بایزید آغاز کرد. دوباره وقتی در شب دیگر بایزید به استغراق بیخیشی مراقبه رفت و اون همای بی خودیش پرواز کرد، دوباره اون سخنی که گفته بودن که تو کف میگی، اون رو محکمتر دوباره بیان کرد. عقل را سیر تحیر در بود، زان قوی تر گفت که اول گفته بود. عقلش، عقل انسانی رو سیر تحیر برد با خودش، از بین برد. این دیگه عقل نداشت که بیاد محاسبه کنه من بگم یا نگم، غلط یا درسته. بنابراین اون عقلش از بین رفت و همای بی خودی پرواز کرد، گفت اون چیزی رو که قبلا گفته بود، اما این دفعه محکمتر و واضح‌تر. نیست اندر جبم الا خدا، چند جویی بر زمین و بر سما. دوباره برگشت گفت که در جبه من، در درون من جز خدا نیست. تو دنبال چی هستی؟ کجا داری میگردی؟ دنبال چی داری میگردی؟ در درون من، در جبه من خداست. به شاگرداش گفت